یکی از آرزوهای امام ملعون رویای خلافت اسلامی بود. اما این روزها که داعش هم همین شعار رو میده، بعضی از آخوندها مثل این پهنیان از این که نونشون آجر شده جوش آوردن. ادبیات امام رو نگاه بکنیم. ما برای اسلام زنده ایم، ما باید فدای اسلام بشیم. این ادبیات جهان رو تکون داده. داعشی های دست نشونده صهیونیست نامردان نشستن فکر کردن چی میگیره، عامل خودشونه. میگه برو پشت تریبون بگو همه وجود ما فدای اسلام، برو بگو اینو. این میره میگه خب تو هم بگو، تو هم بگو، نترس. در یک کلام قصهش گرفته که چرا داره از معرکه خلافت بیرون میفته. Damián, pero también esto que tiene bien hecho, qué manera, suspendiéndose así, espectacular, nadie como Mascarita, qué movimientos, qué bárbaro, qué bárbaro. Hasta ha quedado mareado.